با درود به همگی به کانال سوشن استرولوژی خوش اومدید. من سام هستم. امروز 17 ژانویه 2024 ساعت 10:26 بامداد هستش. من کلا برنامه‌م این بود که ابتدا شما رو با یه سری از مفاهیم و اصطلاحات استرولوژی یا ستاره‌بینی آشنا بکنم. بعدها که هم شما یه سری مفاهیم رو یاد گرفتین، هم تعداد اعضای کانال بالاتر رفت، آغاز کنم به گزارشات و پیش‌بینی‌های ستاره‌بینی برای مثلا هر ماه یا هر هفته. منتها چون اتفاقات خیلی جالب و نادری در آسمون داره در این موقع شکل میگیره، واقعا حیفم اومد که صبر کنم و اینا رو با شما در اشتراک نذارم، برای اینکه اگر بتونید به طور درست از این انرژی هایی که الان هست استفاده بکنید، این شاید حتی بتونه تا 17 سال زندگی شما رو رقم بزنه به طور مثبتی و بتونید خیلی خوب ازش استفاده کنید و تغییرات خیلی خوب و پایداری در زندگی خودتون به وجود بیارین. برای همین گفتم که بهتره که از همین الان شروع کنم، حداقل اون چند نفری که مبانی رو دنبال کردن و آشنا شدن با اصطلاحات بتونن این رو در زندگیشون به کار ببرن. البته اگرم که از ستاره‌بینی هیچی نمیدونید و مثلا تازه با این کانال آشنا شدید و فرصت ندارید که برید مبانی رو الان نگاه بکنید، باز هم به نظر من میتونید استفاده کنید از این ویدیو، برای اینکه بالاخره اون تفاسیر رو متوجه میشید. حالا شاید یه سری اصطلاحاتی که من میگم متوجه نشید، ولی اون تفاسیری که میگم رو فکر کنم متوجه بشید. منتها قبل از اینکه شروع کنم ویدیو رو، چند نکته رو در نظر داشته باشین. یکی این که این پیش‌بینی هایی که من میخوام بکنم اصولاً پیش‌بینی، چون پیش‌بینی ها بر اساس ترانزیت ها هست معمولاً، و ترانزیت ها بر اساس شماره خونه ها هست. و اگر ویدیوی مربوط به اسندنت و شماره خونه ها رو دیده باشید، میدونید که شماره خونه ها بر اساس اسندنت شما تعیین میشه. یعنی اسندنت میشه خونه شماره اول، بعد از اون صورت‌های فلکی که بعد از اسندنت قرار میگیرن به ترتیب سایر شماره خونه های شما رو تشکیل میدن. خب، و شماره خونه ها نشون میده که انرژی ها در کدوم هیته و حوزه زندگی شما الان جاری هستن یا تاثیرگذار هستن. خب، اینه که قاعده کلیش این هستش که شما اسندنتتون رو بدونید و بر اساس نشان اسندنتتون این ویدیوها رو ببینید. مثلا فرض کنید اگر که متولد آبان ماه هستید ولی اسندنتتون در قوچ هست. خب، وقتی متولد آبان ماه باشید یعنی چی؟ خورشیدتون یعنی در آبان هست، ولی وقتی اسندنتتون در قوچ هست، پس برای خونه شماره اول شما قوچ هست. اینه که شما قاعده کلیش اینه که ویدیوی مربوط یا قسمت مربوط به قوچ رو ببینید. خب، منتها خیلی از استرولوژرها یا ستاره‌بین‌ها هستن که معتقدن شما از خورشید هم میتونید استفاده کنید، یعنی میتونید خورشید رو به جای اسندنت خودتون فرض کنید. خب، اینه که این پیش‌بینی‌ها و ترانزیت‌ها بر اساس خورشید هم کار میکنن. من شخصا به تجربه شخصی من متوجه شدم این حرف درسته، چون من سالها دنبال کردم و دیدم که پیش‌بینی‌هایی که بر اساس نشان خورشید من بودن خیلی وقتا اتفاقا شاید درست‌تر هم بودن از اسندنت. حالا شما خودتون میتونید آزمایش کنید. اگر که هم اسندنتتون رو میدونید هم خورشیدتون رو، بهتون پیشنهاد میکنم هر دو رو گوش بدید. خب، اگر که اسندنتتون رو اصلا نمیدونید، اگر اسندنتتون رو نمیدونید چیه، میتونید برید توی ویدیوی فکر کنم شماره 6، اونجا توضیح دادم که چگونه اسندنت خود رو محاسبه کنید. خب، اونجا یه ویدیو کوتاه 8 دقیقه‌ای هستش، اونجا میتونین یاد بگیرین که چطوری برین و اسندنت خودتون رو حساب کنید. ولی برای حساب کردن اسندنت باید ساعت دقیق تولد رو بدونید. اگر ساعت دقیق تولدتون رو نمیدونین یا مطمئن نیستید، پس بنابراین نمیتونید اسندنتتون رو حساب کنید. در اون صورت خب فقط خورشیدتون رو گوش بدید. خب، ولی کسایی که هم اسندنت رو میدونن هم خورشید رو میتونن هر دو رو گوش بدن. حالا بعضی ستاره‌بینا هستن که میگن حتی ما میتونیم به جای اسندنت فرض کنیم و این ترانزیت ها رو یا این پیش بینی ها رو بر اساس نشان ماهتون رو هم بذاریم. مثلا همون فردی که متولد آبان بود و اسندنتش در قوچ بود، مثلا فرض کنید ماهش در دو پیکر باشه، نشان دو پیکر رو هم میتونه گوش بده، شاید بهش مربوط بشه. البته من شخصا نمیدونم، یعنی نه ردش میکنم نه قبولش دارم، یعنی به تجربه شخصی خودم. خب، نمیدونم، میتونید شما خودتون آزمایش کنید و ببینید چه جوری برای شما کار میکنه. منتها نکته‌ای که در مورد ماه در نظر بگیرید اینه که
اون پیش بینی هایی که ما میکنیم، اون انرژی که وجود داره بیشتر در دنیای درونی شما اتفاق میفته. خب یعنی تاثیر اون رو مثلا در حرفه و شغل و کار و اینا نمیبینیم، بیشتر حالت روحی روانی شماست. خب این رو در مورد ماه در نظر بگیرید، ولی مال اسندنت و خورشید در دنیای بیرونی شما هم میتونه اتفاق بیفته. نکته دیگه این هستش که این یک گزارش کلی هستش و برای هر فردی میتونه که فرق کنه، برای اینکه ممکنه که یک سری سیاره‌هایی داشته باشید که یک سری اسپکت‌های خیلی خاصی با این سیارات بسازن، یا با یک سیارات دیگه‌ای، و اون باعث شه که برای شخص شما یه مقدار تجربتون فرق کنه. یعنی اینجوری فرض نکنید که الان تمام کسایی که اسندنت قوچ دارن یا مثلا خورشید در کجدم دارن یا حالا هرچی، اینا همه دقیقاً مثلا یک همچین تجربه‌ای خواهند داشت. خب این یه چیز کلی هستش، ولی برای شخص شما میتونه بر اساس آرایش آسمان در لحظه تولد، یعنی چارت تولد شما، و همچنین بر اساس فاکتورهای دیگه مثل سال خدای یا تایم لورد یا مثلا چارت انقلاب خورشیدیتون، همه اینا دخیل هستش که برای فرد شما یک تجربه منحصر به فردی رو تولید بکنه. خب ولی به طور کلی حالا این یک گزارش کلی هستش، مثل گزارش هوا که یه چیز کلی هستش، ولی هر شخصی ممکنه که یک تاثیر خیلی خاص منحصر به فردی از مثلا اون گزارش هوا بگیره. مثلا اگر قرار طوفان بیاد، دقیقاً همه اینطور نمیشه که مثلا ماشینشون زیر مثلا درخت بمونه یا مثلا همه خیس بشن، یا همه یک تجربه خاصی دقیقاً ندارن. اگر که خیلی دقیق تر میخواین، اون رو شما نیاز دارین که یک مشاوره شخصی داشته باشین، 2 به 2 با یک استرولوژر که قشنگ چارت تولدتون رو بذاره و چارت انقلاب خورشیدیتون رو هم بذاره و تایم لورد یا سال خداییتون رو هم حساب بکنه و تلفیق همه اینا بگه که دقیقاً برای شما مثلا چه، حتی اونم باز نمیشه گفت دقیقاً، ولی باز تقریباً برای شخص شما چه پیش بینی میتونه بکنه. چارت ماه کامل هستش. همطور که میبینید ماه و خورشید در درجه 20 کپریکورن هستن. این نشان کپریکورن یا بز کوهی هست. میبینیم که ماه و خورشید دقیقاً در یک نقطه هستن. در واقع ماه نو وقتی ایجاد میشه که ماه و خورشید در یک نقطه باشن. وقتی ماه و خورشید با هم مقابل هم باشن، ماه کامل میشه. مثلا الان اگر اینجا ماه درجه 20 خرچنگ بود، ما ماه کامل میداشتیم، ولی چون هر دو در درجه 20 کپریکورن یا بز هستن، ماه کامل داریم. در ستاره بینی ودیک به این نقطه از آسمون میگن پیروزمند نهایی یا پیروز نهایی. من البته ستاره بین ودیک نیستم، اصلا ستاره بینی ودیک هم نمیدونم، ولی این رو از یک ستاره بین ودیک شنیدم و برام جالب بود. اینکه به آریه گرفتم برای اینکه یک چیزای مثبت دیگه هم این ماه داره که در واقع این رو تایید میکنه و خیلی جالب بود برام. من ستاره بینی هلنستیک هستم. البته به ستاره بینی ایرانی قرون وسطی هم خیلی علاقه دارم و دارم راجعش مطالعه میکنم، ولی هنوز خیلی کامل نشده مطالعاتم در اون زمینه. ستاره بینی غربی مدرن هم بلد هستم، یعنی اول از اون شروع کردم، ولی از هلنستیک الان بیشتر استفاده میکنم چون یک تکنیک هایی داره که ستاره بینی مدرن نداره. اصولا ماه نو زمان بسیار خوبی هستش برای آغاز یک کاری، یک پروژه‌ای، و اینکه چه پروژه، چه کاری رو آغاز بکنید بسته به این داره که اون ماه نو در کدوم خونه شما قرار میگیره. ولی این ماه نو همونطور که گفتم، چون در اون محوطه هستش که در ستاره بینی ودیک بهش میگن پیروزمند نهایی، این به قول معروف یک شروع خیلی خوبی خواهد بود و بهتون پیشنهاد میکنم که این رو از دست ندید. تاثیر این ماه نو تا 1 ماه خواهد موند. خب اینکه از حالا تا 1 ماه آینده یا شاید هم یه مقدار کمتر، 25 روز آینده، خوبه که کاری که مربوط به اون شماره خونه شما هست، که حالا بعداً الان براتون توضیح میدم برای هر نشانی چه شماره خونه‌ای هست و چه کارهایی رو میتونه آغاز کنه، آغاز کنید تا به موفقیت و پیروزی برسید. اتفاق مهم دیگه‌ای که در 20 ژانویه رخ خواهد داد در آسمان، تقارن خورشید و پلوتون در آخرین درجه بز کوهی هستش و این از این یک جهت که مهمه اینه که این آخرین تقارن خورشید و پلوتون در بز کوهی در طول زندگی همه ما خواهد بود، و چون که تا بیش از 200 سال آینده پلوتون دیگه وارد بز کوهی یا کپریکورن نخواهد شد. خب و این با وجود که حالا در آخرین درجه اتفاق میفته، ولی خودش دوباره میشه یک آغاز یک دوره جدید برای ما. اتفاق خیلی مهم دیگه‌ای که 1-2 روز بعد از تقارن خورشید و پلوتون صورت میگیره این هستش که پلوتون برای همیشه در طول زندگی ما البته از نشان بز کوهی یا کپریکورن خارج میشه و تا بیش از 200 سال دیگه
به بزکوهی برنمیگرده. در چارت هر کدوم از ما بزکوهی در یک شماره خونه قرار میگیره. در 15 سال گذشته پلوتون در اون خونه شما بوده و باعث شده که در یک هیته از زندگیتون دچار یک سری یا مشکلاتی بشید یا یک سری تنش‌های خاصی داشته باشین، یک سری بلاک‌هایی حتی شاید داشته باشین و با خروج پلوتون از خونه مورد نظر یک فصل جدیدی براتون در زندگی آغاز میشه. یک دوره 15 ساله که به احتمال خیلی زیاد با چالش و مشکل در یک هیته خاصی از زندگیتون بوده پایان میپذیره و وارد یک فصل جدید میشید. من یه اصلاحی بکنم. من در این سری از ویدیوها بهتون گفتم که در 20 ژانویه پلوتون برای همیشه در طول زندگی ما از نشان کپریکورن یا بزکوهی خارج میشه و تا بیش از 200 سال دیگه به بزکوهی بر نمیگرده. این صحبت اشتباه بود. چرا؟ چون که در سپتامبر 2024 پلوتون دوباره یک بازگشت موقت به بزکوهی خواهد داشت. این پی رو میبینید اینجا که زیرش هم یک خط داره. این گلیف پلوتون هستش. خب اینجا نشون میده که سپتامبر 24 پلوتون این هم نشان کپریکورن یا بزکوهی هست که دوباره پلوتون وارد درجه 29 و دقیقه 59 کپریکورن میشه. خب و در نشان کپریکورن میمونه در کل سپتامبر، کل اکتبر تا 20 نوامبر 2024. اینجا دوباره پلوتون رو داریم، نشان کپریکورن، این یعنی پلوتون در کپریکورن تا اینجا که میرسه به 20 نوامبر و این دوتا موج رو میبینید که زده 0 یعنی 0 درجه و 0 دقیقه آبریز یا آکواریوس و در واقع در 20 نوامبر 2024 هستش که دیگه پلوتون برای همیشه وارد آبریز میشه و تا 20 سال در آبریز میمونه و بعد از آبریز هم وارد ماهی میشه و دیگه یعنی در واقع توی طول زندگی ما به کپریکورن بر نمیگرده. پس بنابراین من حرفم رو اینجا اصلاح میکنم. توی جاهای مختلف این اشتباه رو میگم که برای همیشه از پلوتون برای همیشه پلوتون از بزکوهی خارج میشه. این همیشه یه قید اشتباهی بود که گفتم. چرا؟ چون که یک بازگشت کوتاه مدت در سپتامبر و نوامبر داره. سیارات بعض وقتا حالت عقب گشت پیدا میکنن و به خاطر این عقب گشتی که پلوتون خواهد داشت دوباره وارد کپریکورن میشه. این یک افمرس هست و یه ویدیویی یه بار بهش اشاره کردم، حالا بعدا بیشتر براتون توضیح میدم. اینا در واقع جدول هایی هستش که ستاره بینا ازش استفاده میکنن که موقعیت سیارات رو در آینده یا گذشته ببینن و جالبه بدونید که این رو از حدود 400 سال پیش از میلاد هم همچین جدول هایی داشتن. یعنی انقدر خوب میتونستن محاسبه کنن، محاسبات استرونومیک و یا نجومی خیلی دقیقی داشتن و خیلی از این جدول ها رو ستاره بینای ایرانی تنظیم کرده بودن. حالا این رو در پرانتز بهتون گفتم. یک نکته مهم و جالب دیگه این هستش که در حال حاضر تمام سیارات به جز اورانوس حرکت مستقیم دارن و از حدود اواخر ژانویه، حدود فکر کنم 28 ژانویه به بعد اورانوس هم حرکت مستقیم خواهد داشت و از 28 ژانویه به بعد تمامی سیارات حرکت مستقیم خواهند داشت. وقتی که تمام سیارات حرکت مستقیم دارن این یک شتاب و سرعت زیادی به زندگی ما میده و میبینید که اتفاقات خیلی سریعتر از معمول اتفاق میفته. اینه که خیلی مهمه که خودتون رو با این سرعت وفق بدید و اصلا کلا تا جایی که میتونید در کارهاتون این روزا سریع عمل کنید، یعنی سریع کاراتون رو تمام بکنید. خیلی سرعت الان اینجا مهم هستش و که این به قول معروف موقعیت‌های خوب رو هم از دست ندید. و نکته آخری که بگم اسپکت های خیلی مثبت و جالبی هستش که ماه نو و یا فرمانروای ماه نو با سایر سیارات میسازه. من هنوز فرمانرواها رو براتون نگفتم، در یه ویدیو در مبانی استرولوژی بعداً براتون به طور مفصل توضیح میدم، ولی الان به طور خلاصه بگم که هر صورت فلکی یک سیاره فرمانروا داره که اون موقعیت سیاره فرمانروا اسپکت هایی که سیاره فرمانروا میسازه هم خیلی مهم هستش به اتفاقاتی که در اون برج فلکی داره رخ میده. فرمانروای ماه نو کیوان هستش. کیوان همون زحل هست در عربی، در انگلیسی ساترن بهش میگیم. خب و کیوان یک زاویه تسدیس یا 60 درجه با هرمز میسازه و هرمز خوششانسترین، خوش اقبالترین سیاره در منظومه شمسی هستش. اینه که یک دلیل دیگه ای که این ماه نو بسیار خوبی هستش و میتونه براتون موفقیت‌های زیادی بیاره
به خاطر این سکستایل هست یا این تسدیسی هستش که کیوان و هرمز همون مشتری یا جوپیتر هستش میسازه. بعد خود ماه نو که در درجه 20 کپریکورن یا بز اتفاق میفته، زاویه تراین یا تسلیس با اورانوس میسازه که یعنی قسمت‌های مثبت، یعنی جنبه‌های مثبت اورانوس به همکاری ماه نو میان. و اینکه این اسپکت هایی که ماه نو و فرمانرواش میسازه هم باز خیلی مهم هستش که این ماه نو رو خیلی ماه نو خاص و مثبتی میکنه. اینکه بهتون پیشنهاد میکنم حتما از این ماه نو، از انرژی این ماه نو استفاده بکنید. همونطور که گفتم تا حدود 25 روز دیگه فرصت دارید که یک پروژه‌ای رو در زندگیتون آغاز کنید که خیلی دیرپایی براتون خواهد داشت و موفقیت‌هایی براتون خواهد آورد. و اما نشان بز کوهی یا کپریکورن یا جدی، این ماه نو پیروز در خونه شما تشکیل شده، یعنی بیشتر از هر کس دیگه شما تحت تاثیر خیر و برکت این ماه نو پیروز هستید. اگر که خورشیدتون در بز کوهی هست، یعنی متولد دی ماه هستید، و اگر اسندنتتون در بز کوهی هست، یا حتی اگر موقع تولد کره ماه در بز کوهی بوده، این بخش مربوط به شما میشه. خونه شماره 1 یعنی جایی که این ماه نو در واقع شکل گرفته، به ویژه اگر که اسندنتتون در بز کوهی بوده باشه، خونه شماره 1 مربوط به هر اون چیزی هستش که در واقع به شما مربوط میشه، یعنی تمام جنبه های زندگی شما رو تحت تاثیر قرار میده و به ویژه فیزیک بدنتون، ولی سایر قسمت های زندگیتون رو هم تحت تاثیر قرار میده. این ماه نو که در خونه شماره 1 شما تشکیل شده به منزله یک شروع دوباره برای شما هست. اگر که متولد ماه دی باشید، یعنی خورشیدتون در بز کوهی بوده باشه، به ویژه اگر که بین 17 تا 23 دی ماه به دنیا اومده باشید، این انرژی ماه نو برای کل سال، یعنی تا تولد سال دیگه‌تون با شما خواهد بود. چرا؟ چون که وقتی که یعنی هنگام تولد ما، اون آرایش آسمون دوباره انگار یک چارت دیگه برای ما میسازه هر سال، خب که بهش میگن چارت انقلاب خورشیدی، که یعنی ستاره بینای ایرانی قرون وسطا اسمش رو گذاشته بودن انقلاب خورشیدی و بیشتر از هر کسی اونها مهارت داشتن در کشیدن چارت انقلاب خورشیدی و به احتمال خیلی زیاد اهمیت سالگرد تولدم به خاطر همین بوده، به خاطر این انقلاب خورشیدی بوده که میگه که هر سال موقع تولدتون شما انگار یک چارت موقت یک ساله دوباره دارید، انگار مثلا یک زایچه یا یک چارت دیگه برای شما ترسیم میشه منتها برای یک ساله. حالا این ماه نو که گفتیم ماه نو بسیار خوبی هستش، چون اسپکت های بسیار عالی فرمان رواش میسازه و اصلا خود ماه نو هم اسپکت خیلی خوبی از اورانوس میگیره و در منطقه پیروز در واقع اون گوشه ای از آسمان هست. این تا یک سال برای شما خواهد بود، یعنی انقلاب خورشیدی شما این در چارت انقلاب خورشیدی شما منعکس میشه اگر که متولد دی ماه هستید، یعنی خورشیدتون در اون محدوده‌ای که ماه نو شکل گرفت در 11 ژانویه در اون محدوده باشه، این انرژی برای شما تا یک سال خواهد بود. اگرم که اسندنتتون در بز کوهی هست که دیگه این خونه شماره اول شما هست و اصلا سیاره کیوان که فرمانروای ماه نو هست، فرمانروای کل چارت شما هست، یعنی مهمترین یا یکی از مهمترین سیارات در چارت شما همیشه کیوان هست اگر اسندنتتون در بز کوهی است. بنابراین چه خورشیدتون در بز کوهی باشه چه اسندنتتون، این ماه نو خیلی برای شما مهمه و تغییرات خیلی مهمی رو در زندگی شما میتونه رقم بزنه. از حدود 12 ژانویه به بعد ایده ها و انگیزه های جدیدی ممکنه پیدا کنید که یه چیز جدیدی رو در زندگی آغاز کنید و مانعی سر راه شما نخواهد بود. چرا؟ چون که فرمانروای ماه نو که همون کیوان یا زحل یا ساترن هست، زاویه تسدیس یا 60 درجه، اسپکت تسدیس یا زاویه 60 درجه با هرمز که همون مشتری یا جوپیتر هست میسازه و مشتری یا جوپیتر خوشیومترین سیاره منظومه شمسی هست که همیشه به خودش ازدیاد و خیر و برکت میاره و مشتری به کیوان کمک میکنه که شما به خواسته های خودتون برسید و موانع رو از سر راه شما بر میداره.
کمک هرمز یا مشتری به کیوان یا زحل باعث میشه که شما به هر چیزی که دست بزنین در اون موفق باشین. اینطور خواهد بود که انگار دوباره متولد شدین و زندگیتون یک رنگ و بوی جدیدی خواهد گرفت، رنگ و بوی تازه‌ای خواهد گرفت. اگر که خورشیدتون در بز باشه، این تاثیر رو بیشتر در حرفتون میتونید ببینید. اگر که اسندنتتون در بز باشه، این بر همه در همه امور زندگی این تاثیر رو خواهید دید. اگرم که کره ماه در بز باشه، این رو بیشتر در مسائل یا عاطفی و احساسی میبینید یا در ارتباط با مادرتون، یک مسئله مربوط به مادرتون این رو ممکنه ببینید. کیوان که گفتیم فرمانروای ماه نو هست و در چارت شما همیشه مهمه، به ویژه اگر که اسندنتتون در بز باشه، در خونه شماره 3 قرار میگیره. حالا خونه شماره 3 مربوط به چیه؟ خونه شماره 3 مربوط به آموختن و آموزش دادن. به ویژه آموختن مثلا مهارت‌هایی که مهارت‌های میشه گفت روزمره که در زندگی روزمره‌تون به درد میخوره و یا آموزش دادن در سطح مثلا دبستانی و دبیرستانی. اینها جزء خونه شماره 3 هستش و کلا یادگیری اطلاعات جدید هستش. همچنین مربوط به ارتباطات کلامی و سخنوری هستش و همچنین خواهر و برادر، همسایه‌ها و کلا اطرافیانی که شما با هم در یک سطح هستین، یک لول هستین. مثلا مثل عموزاده ها و خاله زاده ها و اینهایی که در یک سطح هستید. خب و همسایه هم که گفتم و همچنین مسافرت های بین شهری هستش خونه شماره 3، میدیا و سوشال میدیا و اینترنت، وبلاگ نویسی و کلا این امور جزء خونه شماره 3 قرار میگیره. و از اونجایی که کیوان در خونه شماره 3 شما هست، برای شما خیلی خوبه که در این دوره یک پروژه‌ای رو آغاز کنید مربوط به یکی از این مواردی که بهتون گفتم. حالا بعد ببینید که کدوم بیشتر به کارتون میاد. بعد هرمز که همون مشتری یا جوپیتر هستش، در خونه شماره 5 شما قرار داره. خونه شماره 5 مربوط به چی میشه؟ خونه شماره 5 که کلا به کودکان مربوط میشه و همچنین به فرزندان خودتون. چون فرزندان خودتون ممکنه کودک نباشن، مثلا ممکنه سن خیلی بالایی داشته باشن، ولی به هر جهت جزء خونه شماره 5 حساب میشن و کلا هم کودکان هم جزء خونه شماره 5 حساب میشن. همچنین مربوط به خلاقیت میشه. خلاقیت اینجا محدود به هنرهای تجسمی نیست. منظور اینجا از خلاقیت اون چیزی که شما خلق میکنی. یعنی دلیل اینکه کودکان هم جزء خونه شماره 5 هستن به خاطر اینکه در واقع حالا یه جوری خلق میشن دیگه توسط پدر مادر. به این دلیله. حالا این هر چیزی که شما خلق میکنید، ممکنه این خلق یک بیزنس باشه، ممکنه یک ایده خیلی جدیدی باشه که مثلا یک پروژه جدیدی خلق کنید. خب خلاصه اون چیزی که شما خلق میکنید با ایده های خودتون، اون جزء خونه شماره 5 میرسه. برای همین یک دوره خیلی خوبی هستش که شما دست به خلق کردن یه چیزی بزنید. خب حالا همونطور که گفتم میتونه بیزنس باشه، میتونه پروژه هنری باشه، میتونه حتی خلق زندگیتون باشه. مثلا میتونید آغاز به ساختن یک ویژن بورد بکنید. الان به نظر من بهترین موقع است برای شما که یک ویژن بورد تهیه کنید. همچنین مثلا میتونید یک وبسایت خلق کنید. اینجوری هم خونه شماره 3 رو استفاده کردین، هم خونه شماره 5 رو. یا مثلا یک بیزینس اینترنتی بسازید، یا مثلا فرض کنید یک کانال یوتیوب بزنید و مثلا شروع به ویدیو سازی و اینها بکنید، چون ویدیو سازی اینها هم جزء خونه شماره 3 حساب میشه. وبلاگ نویسی، سوشال میدیا و خلاصه اینجور مسائل. این باعث میشه که در دراز مدت این برای شما خیلی خیر و برکت بیاره. برای اینکه کیوان مثلا کپریکورن و شما هم که خودتون نشان کپریکورن رو دارید، حتما اینو شاید توجه کرده باشین در زندگیتون، یک به اصطلاح میگیم برای دراز مدت کار میکنه. خب یعنی یه چیزی نیست که یک دفعه بیاد حالا مثلا تو زندگیتون یک اتفاق موقت خوبی بیفته. این دیرپایی داره، این خاصیت دیرپایی داره. برای دراز مدت الان شما میتونید یک چیز خیلی خوبی برای خودتون در زندگیتون بسازید. در 15 سال گذشته پلوتون در نشان شما بوده. یعنی اگر اسندنتتون در بز کوهی بوده، پلوتون در خونه شماره اول شما بوده. از حدود سال 2008 و 2009 تا امروز. اگر هم که خورشیدتون در نشان کپریکورن بوده، که اصطلاحا میگیم که پلوتون و خورشید با هم در یک خونه حضور داشتن. خب و اینه که حالا اگرم زاویهشون حتی دور بوده باشه از هم، باز این تاثیر رو میذاره. ولی وقتی که پلوتون به خورشید شما نزدیک شد، این چیز رو شما خیلی بیشتر حس کردید. این حضور پلوتون رو در زندگیتون خیلی بیشتر حس کردید که بستگی به درجه خورشیدتون داره. خب همتون توی این 15 سال کانجانکشن یا تقارن پلوتون رو داشتین، اگر که خورشیدتون در بز کوهی بوده باشه. و
حتما این اینتنسیتی یا این شدت یا اون حضور سنگین پلوتون رو احساس کردین. پلوتون حالا آرکیتایپ چیه؟ پلوتون آرکیتایپ مرگ و دگرگونی هستش. پلوتون سمبل ققنوس هست که میسوزه و دوباره از خاکستر خودش بلند میشه. یعنی یک مرگی هست که بعدش دوباره یک تولد داره که بهش میگیم ترانسفورمیشن یا تحول. اگر متولد اوایل دی ماه باشید، این کانجانکشن یا تقارن پلوتون رو همون سالهای اول ورود پلوتون به کپریکورن حس کردین. یعنی حدودا سال 2009 2010 اونجا شما دچار این تحول و این سنگینی شدین. کاری که پلوتون میکنه اینه که اول تخریب میکنه و بعد از اینکه تخریب کرد بعد دوباره متولد میشید. مثل همون داستان ققنوس، اول میسوزه بعدن دوباره بالا میشه. اگر که خورشیدتون در اواخر کپریکورن هست، یعنی اگر که متولد اواخر دی ماه هستید، این رو جدیداً تجربه کردید، تو این چند سال گذشته تجربه کردید. و البته پلوتون چون سیاره‌ای هستش که خیلی کند حرکت میکنه، برای اینکه مدارش خیلی دوره به زمین، یعنی در واقع به خورشید، چند سال، یعنی حدود شاید 2-3 سال این حضور پلوتون در کنار خورشید شما بوده. یعنی یک چیز یک شب هم نبوده. خب برای چند سال بسته به این که خورشیدتون در کدوم درجه هست و درجه خورشید بستگی به این داره که آیا اوایل دی ماه متولد شده یا اواخر یا اواسط. خلاصه تو اون دوره شما دچار اول یک حالت انگار تخریب در زندگیتون پیش اومده و بعد دوباره حالت تولد. منتها این تا وقتی که پلوتون خارج نشه از کپریکورن، شاید شما هنوز اون نتایجی که میخواستین از این در واقع تولد جدید رو هنوز ندیده باشین. پلوتون حدود 20 ژانویه از نشان کپریکورن یا نشان بزکوهی خارج میشه. البته در سپتامبر دوباره یک بازگشتی داره. بر همین دوباره ممکنه یک شمه ای از اون گذشته رو شما یه مقدار حس کنید، حضور پلوتون رو دوباره حس کنید، به خصوص اگر که خورشید یا اسندنتتون در اواخر نشان کپریکورن باشه. خب و سپتامبر دوباره وارد کپریکورن میشه، دوباره 20 نوامبر خارج میشه. بعد از 20 نوامبر دیگه همیشه پلوتون به قول معروف شما رو رها میکنه، از خونه شماره اول یا از کنار خورشیدتون دور میشه و تا 200 سال دیگه هم بر نمیگرده. در حدود 20 ژانویه پیش از اینکه پلوتون از بز کوهی خارج بشه، یک کانجانکشن یا تقارن با خورشیدی که در حال حاضر در آسمون هست انجام میده. یعنی با خورشید چارت شما نه، بلکه با خورشید آسمون. و این کانجانکشن بین پلوتون و خورشید در درجه آخر بز کوهی، این به منزله یک پاداشی هستش که انگار پلوتون پیش از خروجش از بز کوهی، از نشان شما به شما میده، به خاطر این دوره سختی که گذروندین، به خاطر این امتحانات سختی که در واقع پس دادین در این 15 ساله. پس از خروج پلوتون از نشان بز کوهی خواهید دید که چه درس‌های بزرگی از پلوتون یاد گرفتیم و چقدر مهم بوده این مشکلات یا این فشارهایی که در این 15 سال داشتید، اینها در عمل در نتیجه در واقع به شما کمک کرده و از شما یک شخصیت قوی‌تری ساخته. حتی ممکنه برای خیلیاتون اینطور باشه که از نظر هوشیاری مینوی، مینوی منظور همون معنوی هستش، واژه مینوی فارسی بوده، از فارسی رفته به عربی، هوشیاری مینوی شما رو حتی بالاتر برده. این جمله کلیشه‌ای که میگن اون چیزی که تو رو نمیکشه تو رو قوی تر میکنه، اینجا خیلی کاربرد داره و پس از خروج پلوتون از نشان خودتون این رو به احتمال زیاد حس خواهید کرد. در واقع خروج پلوتون از نشان شما به منزله یک تولد دیگری برای شما خواهد بود و یک آغاز دیگری برای یک فصل جدید زندگی خواهد بود و طوری که انگار شما از نو متولد شدید.